سلام به همه پلیرهای سرور. خوش اومدین به سیزن 2 TNT SMP. من میخوام توی این ویدیو راجع به قوانین جدید در رابطه با شاپ ها، رول ها و چیزهای دیگه که به سرور اضافه شده صحبت کنم. اولین چیزی که میرم سراغ شاپ های سرور هستن. شما برای زدن شاپ های سرور نیاز به مجوز دارید که اون از داخل اسپان میتونید بگیرید. و شرایط گرفتن مجوز اینه که شما فارم اون شاپ رو داشته باشید و به اندازه کافی به شما آیتمی که میخواین رو بده. در صورتی که شما بیشتر از 3 روز دنیای واقعی اون شاپ رو نسازید، مجوز شما باطل میشه و به یک فرد دیگه داده میشه. دوم، واحد پولی سرور عوض شده و الان به جای دایمن شما کوین دارید و شما فقط با کوین میتونید از شاپ ها خرید کنید. این کوین ها به 3 قسمت تقسیم میشن: سیلور، گلد و دایمند. برای تبدیل کردن کوین های سرور به دایمند ما یک دکه داریم که داخل اسپان قرار داره و خیلی راحت میتونید کوین هاتون رو به دایمند تبدیل کنید. رول های سرور هستن. رول های سرور به 4 قسمت تقسیم میشن: راهزن، دزد دریایی، فارمر و بیلدر. راهزن ها فقط میتونن توی یک جزیره خاص به شما حمله کنن که ما مختصات اون جزیره رو بهتون میدیم. در حالتی که راهزن شما رو بکشه، فقط میتونه کوینایی که شما داخل اینونتوریتون داشتین رو برداره و نباید هیچ کدوم از آیتم‌های شما رو برداره و اونا رو داخل یک جسم میذاره. در صورتی که شما بفهمید یکی از پلیر راهزن هستش، میتونین اون رو ریپورتش بدین و اون از تیم راهزنا کیک میشه و باید برای همیشه توی جزیره راهزنا زندگی کنه. دزدای دریایی فقط میتونن داخل دریا به شما حمله کنن و مثل راهزنا نباید هیچ گونه آیتمی از شما بردارن بجز کوینای شما. بیلدر و فارمر. بعضی وقتا هستش که شما کار دارید و نمیتونید یه فارمی برای خودتون بسازید. برای همین به پیش شهردار میریم و ازش میخواین که براتون یه دونه فارمر استخدام کنه. فارمر میاد برای شما فارم میسازه و به شما تحویل میده و دستمزدش رو میگیره. بیلدر هم دقیقا به همین منبار هستش، فقط اون برای بیلدای داخلی و بیرونی هستش. بچه این بیلد اصلا بیلد و فارم اصلا اجباری نیست و شما اگه بخواید میتونید داشته باشین یا میتونید نداشته باشین. برای باز کردن ندر ما باید استراکچرهای جدیدی که در فاصله 10,000 در 10,000 هستش بریم و داخل برخی از اونها آیتم‌های ساخت کلید باز شدن ندر هستش که اگه پلیری اونا رو پیدا کرد کلید رو نسازه، چون کلید جای مشخصی کار میکنه و فقط یک بار مصرف هستش. اند هم به همین صورت هستش و شما برای باز کردن اند باید به استراکچرهای جدیدی برید که در فاصله 15,000 در 15,000 داخل اوورورلد و از 5,000 تا 5,000 داخل ندر هستن. برید و آیافندرهای مخصوصی رو پیدا کنید و اونا رو جمع کنید و اونها رو داخل پورتال بزنید تا دایمنشن اند هم باز بشه. این رو بگم اینها یک بار مصرف هستن، برای همین از اونها برای پیدا کردن مختصات پورتال استفاده نکنید. بچه ما داخل سرور چند تا آیتم جدید کلاه هم اضافه کردیم که همه اونا رسیپیاشون داخل SMP کرافتینگ میذارم براتون و میتونید از اونها استفاده کنید. امیدوارم دقایق خوبی داخل سرور با هم داشته باشیم.